نیسیم فاتاری، نایب رئیس کنست پارلمان اسرائیل و عضو کمیسیون امور خارجه و دفاع اعلام کرد ما قصد داریم پس از آزادی گروگانها از نوار غزه جنگ را به جبهه شمالی سوق دهیم. فاتوری مدعی شد ما دقیقاً می‌دانیم حسن نصرالله کجا می‌نشیند. این رویکرد ما در روزهای آینده است. اگر چاره‌ای نباشد ممکن است او را ترور کنیم. به گزارش الجزیره، پایگاه‌ها و شهرک‌های واقع در شمال اسرائیل هر روز شاهد شلیک ده‌ها موشک و پهپاد حزب الله لبنان است و تاکنون نتانیاهو و دیگر مقامات این رژیم بارها تهدید کردند که پس از اتمام جنگ در نوار غزه به مسئله تهدیدات حزب الله پایان خواهند داد. فاتوری افزود علیرغم مخالفتم با تغییر یوآو گالانت وزیر دفاع در زمان جنگ، اما اگر جبهه شمال فرو بپاشد چاره دیگری وجود نخواهد داشت. وی درباره سخنان گالانت مبنی بر اینکه لبنان را به قرون وسطی باز خواهیم گرداند گفت باید لافزنی را متوقف کرده و اقدامات عملی را آغاز کنیم و به آنها چیزی را که شایسته آن هستند نشان دهیم. باید در شمال بمانیم و امنیت را بازگردانیم. این جنگی است که چاره‌ای از آن نیست. این عضو کنست اسرائیل گفت من از فشارهای آمریکایی‌ها اطلاع دارم، اما باید در موضع خود ثابت قدم باشیم. همانطور که علیرغم مخالفت آمریکا وارد خان یونس و رفح شدیم، اینگونه میتوان در جنگ پیروز شد. نایب رئیس کنست با بیان اینکه تظاهرات کنندگان اسرائیلی که خواهان توافق فوری برای بازگشت اسرا هستند بازوان حماس هستند گفت آنها بر روی خون گروگانها میرقصند. این وضعیت نباید ادامه یابد. آنها با تداوم تظاهرات موجب نابودی توافق تبادل اسرا میشوند. وی تاکید کرد ما به دنبال آزادی گروگانها و سپس حرکت به سمت جنگ در جبهه شمال هستیم. فاتوری مدعی شد ما دقیقاً می‌دانیم حسن نصرالله کجا می‌نشیند. این رویکرد ما در روزهای آینده است. اگر چاره‌ای نباشد ممکن است او را ترور کنیم. این عضو کنست درباره یحیی سنوار رئیس حماس گفت ما به او هم دست خواهیم یافت. او در رهبری حماس تنها مانده است. از 8 اکتبر سال 2023 میلادی گروه‌های لبنانی و فلسطینی در لبنان به خصوص حزب الله در حال تبادل آتش با ارتش رژیم صهیونیستی هستند که موجب شده شهرک‌های شمالی اسرائیل متروکه شده و هزاران شهرک نشین آواره شوند. در نتیجه حملات بیرانگر ارتش اسرائیل به نوار غزه که با حمایت مطلق آمریکا انجام می شود، تاکنون بیش از 135,000 فلسطینی شهید و زخمی شدند که اغلب آنها زنان و کودکان هستند. همچنین بیش از 10,000 نفر زیر آوارها مفقود هستند.